سلام هموطنان عزیز، خوش آمدید به کانال اخبار مهاجرین. اسحاق علیزاده هستم. دوشنبه 24 سنبله 1404 هجری شمسی مطابق است با 15 دسامبر 2025 میلادی و برابر است با 22 ربیع الاول 1447 هجری قمری. امروز اومدم در خدمت دوستا که سوالات شما را جواب بدیم. دوست عزیز ما از ما سوال پرسیدن که پدرم کارد آمایش داره و ویزای منقضی شده، از طرف دیگه تذکره کاغذی تایید ناشده وزارت خارجه افغانستان را داره که تایید نشده. آیا برای این در تهران پاسپورت صادر می شود؟ در پاسخ این دوست عزیز، چون پدر شما تذکره کاغذی را بدون تایید شده وزارت خارجه افغانستان در ایران به هیچ عنوان پاسپورت صادر نمیشه. در قدم دوم، اگر پاسپورت شما که گفتی ویزشی منقضی شده، اگر الکترونیکی باشه به احتمال 99% شاید برایش پاسپورت دیگه از تهران صادر شده. گفتی که اقامت در ایران چی نوعه؟ دوست عزیز، اولا میگه که باید کسی که در ایران هسته باید قانونی زندگی کنه، یعنی قانونمند باشد، غیر مجاز نباشد، یعنی ویزای منقضی شده نباشد. اگر ویزایشی قانونی باشد، وقت داشته باشد، توسط کارفرمای ایرانی میتواند در ایران اقامه بگیرد، اقامه کارگری. بله. سوال بعدی، گفتی که پدر ما کارد آمایش داره. کارد آمایش خودش همه چیز دیگه، الان هم کارد کارگری داره، هم حق کار داره. در استانی که هسته، البته در دیگه استانها غیر مجاز میشه، در مو استانی که هسته میتونه ادامه بده، کار کنه، خانه اجاره کنه، هر کار که میخوای کنه. خلاصه هیچ مشکل نداره، ولی طرح تغییر وضعیت وجود نداره، فعلا طرحش نیست. خلاصه این پاسخهای شما، انشالله که در پاسخ خود رسیده باشی که دیروز من برای شما قول دادم که فردا من یک ویدیو ضبط کنم بلدشون انشالله پخش کنم. دوست عزیز دیگه پرسیده که طرد قضایی یعنی چی؟ دوست عزیزم، یعنی این که کسی که غیر مجاز از کشور ایران خارج شده باشه، یا در افغانستان رفته باشه، یا در ترکیه رفته باشه، در هر کجای دنیایی که رفته باشه، این طرد قضایی میگیره. انگشتش میه بالا که شما از کشور ایران خارج شدید و دیگه برای شما امنیت وجود داره، در کجایی که برید جان شما در خطر نیه، میتونی که مثلا در افغانستان برگردی. اگر کلی اعضای خانواده رفته باشه یا فقط سرفراز رفته باشه، یک دوست عزیز ما که در اینجا زندگی میکنه گفته که کارت آمایش دارن، اونا گفتن که آره سرفراز طرد قضایی گرفته، کل خانواده خلاصه کارتایش باطل شده، حالا ما باید برگردیم بریم افغانستان. ولی پاسپورت های خانواری فرق میکنه. اگر سرفراز غیر مجاز از کشور خارج شده باشه، فقط همون سرفراز طرد قضایی میگیره و باقی اعضای خانواده میتونه پاسپورت الکترونیکی بگیره و زندگی خود را در اینجا در ایران ادامه بده بدون سرفراز. اگر احیانا تمام اعضای خانواده از کشور ایران خارج شده باشه، دوباره برگشته باشه، خلاصه اینا همه‌اش طرد قضایی که بگیره، در این مورد فعلا طرحی وجود نداره. متاسفانه اینا کلنش باید ایران را ترک کنه. در این مورد تصمیم گرفته شده که پاسپورت های خانواری را پلیس ناجاق یک جریمه جزئی کنه و اینا را اقامت را تمدید کنه. و برای کارت های آمایش شخصا خود اداره اتباع باید تصمیم بگیره که باید اینا در اینجا باید بمانه یا باید طرد بشه. پس جواب همه شما دوستان را شاید داده باشم.
دوستان عزیز، در هر کجای دنیایی که هستید انشاءالله که سلامت باشید و سرفراز باشید. دوستان عزیز ما در افغانستان، کسایی که البته در افغانستان اینترنت خیلی وضعش ناجوره، میدانم کس نمیتونه ویدیو اینا رو نگاه کنه یا یوتیوب، در یوتیوب بره اونجا دیگه واقعا خیلی وضعیت خرابه، وضعیت اینترنت بسیار خرابه. و از برادران خارجی، از برادران دوستان عزیز ما که در خارج از کشور هستند، خلاصه اینا را ما شما تقاضامندیم اگر کدام برنامه‌ای در وطن شد، خلاصه ما در خدمت شما هستیم. ویدیوهای شما رو میتونیم پخش کنیم و ویدیوهای خود را، تبلیغات های خود را برای ما بفرستین. برادران سید احمد یک تصمیمی گرفتن، جلسه گذاشتن، علاودال و سید احمد برای کاری پروژه سرک. آقای نصرت که نام برده، آقای نصرت هم که یک بیل مکانیکی هدیه دیده در این مورد. ما گرچند از برادران کمرگ هستیم، خلاصه تشکر میکنیم از آقای نصرت که برای ساختن راه، برای راه عمومی اینقدر خلاصه زحمت کشیدن، لطف کردن، یک بسیار هدیه بزرگی به مردم خود تحویل دیدن. خیلی ما تشکر میکنیم. بالاخره 100 بار نه یک بار شاید برادران ما از کمرگ میامور از مسیر خودمون که حالا 30 سال 30 و چند ساله که ما در ایرانیم که اصلا معلوم نیست چی اتفاقی میفته، ولی که کشور بیگانه کشوری ما نمیشه. بالاخره ما تصمیم خود رو باید بگیریم، باید برگردیم. چیکار باید بکنیم؟ خلاصه یک روزی شاید از اون مسیری که برادران سید احمد درست منن، انشالله خدا توفیق بده که درست منن، شاید از اون ما یک بار دیگه هم شاید بتونم برم انشالله که همچنین چیزی باشه دیگه. کل برادران، اگرچند برادران هزاره ما، برادران دوستان عزیز ما که در هر کجایی که هستن، در کجایی که بودن، مدرسه رو خودش درست کردن، راه ها رو خودش درست کردن، پول ها رو خودش درست کردن، زحمات بسیاری را کشیدن. دولت های بی‌کفایتی که از قدیم و ندیم، که قدیم الایامی که بودن، هیچ گونه فعالیتی برای مردم هزاره نکردن. خلاصه نه راهی درست کردن، نه سرکی درست کردن، نه کاری برای ما انجام دادن، نه مکتبی برای ما درست کردن. فقط بلدن مالیات بگیرن، فقط بلدن کارایی بکنن که خلاصه این کار نادرستیه. منطقه ما را خود مردم ملت تا حدود زحمت کشیدن. الان هم که خود ملت این کارا رو میکنن، واقعا نگاه کنیم ما خیلی دیره که در افغانستان نرفتیم، ولی از دور که ما نگاه منم واقعا چند برابری مردم های پشتون، خلاصه مردم هزاره با فرهنگ ترن، با فهم ترن، دانشمند ترن. خلاصه اینجوری ما برای شما ما افتخار میکنیم برای شما دوستان. انشالله که خداوند شما رو توفیق بده، انشالله که نیت بده، در کنار هم باشید. خلاصه دوستای استرالیایی و اروپایی های ما هم در این مورد خلاصه به طرف نماندن، کمک کردن در ساختن مدرسه، در ساختن پول، در ساختن سرک. خلاصه دست تکان دادن، بالاخره دستی برادران خود را در داخل گرفتن، تا حالا را هیچ وقت تنها نگذاشتن. از اونا ما تشکر مونیم. هزار کجای دنیایی که باشن، حتی برادران پشتونی ما باشه، ازبک ما باشه، خلاصه تاجیک های ما باشه، برادرهای تاجیک ما باشه، ما افتخار میکنیم. الان فعلا که اگر ما نگاه میکنیم در مورد افغانستان خلاصه هر روز پیشرفتش بیشتر میشه، از این روز تا فردا را فرق میکنه. خلاصه حالا کاری نداریم، قبلا که بوده دولت های قبلی کاری برای ما انجام ندادن، ولی الان اکنون که به دست امارت اسلامی افتاده، انشالله را که اینا رو ما داریم تماشا می‌کنیم، از مسیرهای دور اینا زحمت میکشن، خلاصه راه ها درست منن. و حالا انشالله را که دمی 2-3 روزه که خلاصه پروژه گازی را افتتاح کردن، شروع کردن کارشی، خلاصه با کشور ازبکستان به نظرم که قرارداد بسته کردن. انشالله که خداوند توفیق بده. دیگه این
آبها رو خلاصه سطح زدن. خلاصه خیلی کارهای خوبیه، خیلی پیشرفته دیگه، دارن میسازن، واقعا دارن میسازن. انشالله رو که خدا توفیق بده، خدا دیگه جنگ رو در افغانستان دیگه خاموش کنه که ملت افغانستان دیگه حوصله جنگ رو نداره، خسته ین، مردم شکمش گوشنه ین. خلاصه انشالله که ما چند موردی که دیروم از امارات اسلامی ما تقاضای ما اینه که امارات اسلامی، برادران و دوستان عزیزی ما، دولتی که فعلا اونجا نشستید بالا سر مردم، خلاصه سعی کنید این مدرسه دخترانه را بنا کنید. این حادثه بزرگ زلزله‌ای که پیش آمد همه ما دیدیم، همه ما از دور و نزدیک تماشا کردیم. خلاصه اینجا یک دکترهای زن لازمه که باید زنان بالاخره دری میان بودن. ما یک چند تا دکتر زن اگه ما می داشتیم ما خیلی در مشکل نمی خوردیم. این دفعه ما برای ما مشکل ساز بود. دیدیم که از دور ما تماشا می کردیم، می دیدیم بدون دکتر زن اصلا امکان نداره. نصف جامعه را بی سواد نگه ندارن. خلاصه این مدرسه دخترانه را به زودی زود انشالله را بازگشایی کنه که دل مردم خوش نه و مردم را اجازه بده. خلاصه مردم کار کنه، خانه بسازه، خلاصه فابریکه بسازه، کارهای کشاورزی را خلاصه یک قشت و پر برای مردم تقسیم کنه، زمین برای مردم بده که دیگه ما دستیم از کشورهای غریب، از کشورهای بیگانه کوتاش نه، دیگه ما برگردیم به خانه های خود. دیگه این چیزها که ما از امارات اسلامی تقاضامندیم که به این چیزها اگر رسیدگی کنه که دیگه هم جهان شما را خلاصه میشناسه، هم ملت شما را دوست داره. ما فقط یک کس را میخواییم امنیت داشته باشیم، خلاصه شکمون پر باشه. ما دیگه چی میخواییم؟ بچه هم مدرسه بره، امنیتی در کشور ما باشه، دیگه ما بیشتر از این چیز نمیخواییم. دیگه ما برای فرد افغانستان که حکومت نمیرسه، رئیس جمهوری نمیرسه، هم یک نفر که کلان شد بقیه زیر دست از او خلاصه در مسیری حرکت میکنه. بالاخره بیایید خلاصه دست به دست هم بدیم، افغانستان را دوباره بسازیم، افغانستان را آباد کنیم. بچه های ما خلاصه در کشور خودمان باید بزرگ نه، علم و دانش را در کشور خودمون بیاموزه. ما دیگه خسته شدیم از بس که در کشورهای دیگه بودیم ما را بیگانه خطاب کردن، ما را غریبه خطاب کردن، ما را اجنبی خطاب کردن. دیگه ما خسته شدیم، واقعا خسته کننده. هیچ کجای دنیا خانه خود آدم نمی شود، کشور خود آدم نمی شود، هیچ کجای دنیا برادر خود آدم نمی شود. چطوری بگیم؟ همون برادران پشتون های ما به درد ما میخورد، همون ازبک ها به درد ما میخورد، همون عزیزانی که تاجیک های ما به درد ما میخورد، همین هزاره های ما به درد من میخورد. همینا که از افغانستان در یک مملکت زندگی میکنیم، دل از اونا تا که به ما نسوزه، دل هیچ کسی دیگه به ما نخواهد سوخت. عزیزان من، دیگه بیشتر از این درد سر نمیدیم که در هر کجای دنیا هستید سربلند و سرفراز باشید. خدا نگهدار شما باشه. وقت گرانبهای شما رو نمیگیرم. تا دیداری دوباره، خدا نگهدار.